اینا اون روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه اعلان کرده بودم. مثال ببین دختری سینفی 9 از بچه سینفی 11 حامله‌دار است در فرخار. دختری سینفی 9 از بچه 11 حامله‌دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدم گفتن خیلی وقتی که می اومد مقصد لباس‌های جذاب داشت، وقتی که ما را در اون احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زنک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد پای اندازه است که هر کاری میکنیم بکنیم من اینا نمیگیرم. مقصد هر کار همش تیارمون، لیکن اینا من بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد این تنها از من نیست. دختری مسلمان گویم بروک جینس میپوشد، یا دختری مسلمان کرته‌هایی که مردها میپوشند که میپوشانیم سحر مکتب روان میکنیم، میپوشانیم کجایی که خواهیم روانشان میکنیم. بعداً ببینین که مادرای به عقلی ما و شما را ببینین، با بعداً چیکار میکنیم؟ بعداً خواهان او هستیم که یک کس دروازه ما را تق تق کنه و برای خواستگاری دخترمان بیاید. مادرای عزیز باور کنید امروز مردم فکرش دیگر شده است، از حوض توجه میکند. همین دختری با حیا است، دختری خدا ترس است، خاندانش دروازه‌اش تق تق میکنه برای خواستگاری میآید. وقتی میبیند که از وقتش همین خیل بی‌معنیگری میکند، ناخوبی های خودش نشان میدهد، خودش که در اون محله که مشهور کرد، پس پگاه که آمد پرسید همون دختری چی است، کسی خواهی نخواهی شاهدی میدهد، میگه نه اونجا نرو که اون دختری چی ندارد. همونجا باور که سین سالش تا 30 و 40 میرسد، بعد یگان کس اگر یکی زنش مرد یا که یگان کس مثال یکی خیلی ضرورت چی، بعد میاد به خواستگاری همون کس. اما این چیزا نمیخواهیم که ما میخواهیم دخترای ما در سین 17 و 18 با این همین خیلی خرسندی ها آمده از نزد دروازه ما به آب رو گرفته برنش که ماها گویم در پیش یک دو با خود آشنامان باشد، خود دوگانمان باشد، با گردنمان بلند شود. مادر عزیز آخه برای آنچه که این پیدا کردنش در دست ما و شما از ما نگذاریم که مثال آنچه که اونا میخواهند، آنچه که اونا اراده دارند اونا را استفاده برند، زیرا خطری در آخرتش دارد، خطری گویم در سین سال 17 و 18 دارد. اینا اون روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه اعلان کرده بودم. مثال ببین دختری سینفی 9 از بچه سینفی 11 حامله‌دار است در فرخار. دختری سینفی 9 از بچه 11 حامله‌دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدم گفتن خیلی وقتی که می اومد مقصد لباس‌های جذاب داشت، وقتی که ما را در اون احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زنک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد پای اندازه است که هر کاری میکنیم بکنیم من اینا نمیگیرم. مقصد هر کار همش تیارمون، لیکن اینا من بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد این تنها از من نیست. ببینید به خاطر چی بود همش؟ از چی سبب پیدا شد؟ به خاطر خود ما که تیار کردیم و روان کردیم خیلی اون روزش میتن. هر یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد از دیوال خانت که بیرون شد، خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سر قطعی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان، خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن، آدمای هستن دایم همخیلی میکوان، بعد به آب رومان میکن، بعد در محله شان شرفمون میریزد، آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم. انا مرحمت به آبروگی من. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنین. با خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ میزنم، برای شرف و قدرمون، برای اینمی هممون حاضر و هیچ آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه دا میزنی، گویم با از حساب اینمی مصیبت فرزند روز خوشیش نادیده از دنیا را ترک میکنی میره، چی فایده داره؟